فکر کن رهبر کشورت برای درمان کارهای پزشکیش رفته ترکیه. تو و دوستای ارتشیت تو تفکر یک انقلابید. شما کودتا میکنید، صاحب کشور میشید. فکر کن آمریکا به بهونه بمبگذاری توی اروپا به کشور تو حمله نظامی میکنه و مهمترین پایگاه‌های نظامی تو رو بمبارون میکنه. تو عقب نمیشینی و خودت رو برنده این جنگ میدونی. در روستایی به اسم جهنم دنیا میایی با تفکر بهشت ساختن برای مردم خودت. با من همراه باشید با زندگی معمر قذافی، دیکتاتور عرب. سرهنگ محمد قذافی از کودتای 1969 توسط خودش و دوستاش که خودشونو افسران آزاد میدونستن تا انقلاب لیبی در سال 2011 فرمانروا، رئیس و مهمترین تغییر دهنده کشور لیبی بود. آدمی که تماماً یک رویای ضد آمریکایی داشت. آدمی که تمام این فضا رو برای مردم خودش میخواست. درسته مثل خیلی از دیکتاتورهای دیگه تمام ثروت برای خودش بود و هر آن چیزی که میخواست رو به دست می آورد. اما این آدم در کنار همه اون به دست آوردنها و جمع کردنها از یه جای به بعد دوچار یک تحول شد تا برای مردم خودش کمک‌هایی رو انجام بده که هیچ کس قبل و بعد اون انجام نداده بود. به شکلی که بعد از مرگ این دیکتاتور هنوز که هنوزه مردم تمام لیبی عاشق محمد قذافی و رویاهاش و دیدگاهاش بودن. در 7 ژوئن 1942 در روستایی به نام جهنم دنیا میاد که میشه گفت خانواده‌ای داشته برخلاف بن لادن، یک خانواده به شدت فقیر، خانواده‌ای که تموم کارشون دامپروری و عملاً میشه گفت چوپانی بوده. این خانواده با فروش شیر، گوشت و دام زندگی خودشون رو میچرخونده. بزرگترین رهبر عرب توی این خانواده دنیا میاد. معمر قذافی به دبستان میره، دبستانی تماما اسلامی. در اون دوران اتفاقات بزرگی در جهان عرب میفته که این آدم رو تحت تأثیر قرار میده. مهمترینش رو میشه گفت شکست عرب‌ها از اسرائیل در 1948 و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر در سال 1952 عمیقاً روی این آدم تأثیر میذاره. تحصیلات متوسط این آدم زیر نظر یک معلم خصوصی بوده. انگار داشته برای مدیریت یک دنیا آماده می شده در تفکر خودش. مثل همه مردمی که اون موقع زندگی می کردن، نظامی بودن و نظامی شدن و ورود به ارتش علاوه بر این که زندگیشونو سر و سامون اقتصادی میداده، میتونسته تحصیل در مدارج بالاتر هم براشون فراهم کنه. تموم میشه. قذافی یک ارتشیه، اما نه ارتشی که بتونه شبیه باقی ارتشی ها تفکر کنه، زندگی کنه و بزرگ بشه. یک ارتشی به شدت ملیگرا، انقدر ملیگرا که از ابتدای خدمتش چیزی که تموم همکاراش، تموم همدوره‌ایاش گفتن، از ابتدای خدمتش این آدم تفکر سیاسی بزرگ به اسم انقلاب در ذهن خودش بوده. این آدم راضی نبوده و سرانجام در 1969 وقتی که محمد ادریس پادشاه وقت لیبی برای انجام کارهای پزشکی به ترکیه میره، قذافی کودتا میکنه. اون آدم در 1969 کودتا میکنه، اما در 1977 نام جمهوری عربی لیبی رو به جماهیر عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی تغییر میده. ببینید این آدم تفکری داشته که اصلا نمیشه مشابهش رو پیدا کرد مگر در قرون وسطا، مگر در قلب اروپا. درسته این آدم به مدارس نظامی در یونان و برخی از آموزشاشو در انگلیس دیده بود، حرفی توش نیست، شاید اونجا الهام گرفته بود، اما سوسیالیسم در جهان عرب، در قلب آفریقا مگه میشه؟ حرف سوسیالیسم باید شما جامعیتتون برابری داشته باشه، باید جامعه از هر راه درآمدی که کشورت داره، حالا داریم در مورد لیبی حرف میزنیم، لیبی 10مین کشور از لحاظ فراوانی نفت و به خصوص لیبی نفت سبز داره. نفت سبز چیزیه که فقط خاص لیبیه و کمتر جایی توی دنیا پیداش کردن. میتونه این کشور برای آمریکا جذاب باشه، اما سرهنگ به دنبال اینه که ملیگرا باشه، همون باورهایی که در ذهنش بوده، سوسیالیسم وارد کشورش کنه و همه از یک
سطح رفاهی و اقتصادی مشخصی بهره ببرن. همینه که با گذشته خیلی سال از مرگ این آدم هنوز مردم عاشقشن، دوستش دارن و معمر قذافی یادآور یک دوران سبز، به عبارتی بهار عربی برای مردم لیبیه. اتفاقات زیادی در تغییر نظر قذافی افتاد. قذافی همون آدمی بود که به ایران در جنگ کمک کرد، به ایرلندی ها موقع درگیری با انگلستان کمک کرد تا حمله هوایی آمریکا به لیبی. بمبارون سال 1986 توسط ایالات متحده آمریکا در لیبی با رمز عملیات الدورادو کانیون حملات هوایی بوده که در روز سه‌شنبه لیبی به خودش میبینه. داستان از اونجایی شروع میشه که معمر قذافی به شدت مخالفت میکرده با بودن اسرائیل، حتی با بودن این کشور مخالفت میکرده. از تمام سازمانهای مبارزه فلسطینی به شدت حمایت میکرده. این کشور همون کشوری بوده و این تفکر همون تفکری بوده که به ایرلندی ها کمک میکرده. قذافی تمام جامعیت عرب و با خودش همسو میدونسته و میدونسته که اگر اتفاقی براش بیفته میتونن کمکش کنن. خیلی به شوروی و مردم ایرلند اعتقاد داشته این آدم به عنوان حامی. سر تمامیت ارضی خودش بر خلیج سدره، آمریکا به فکر این میفته که حمله نظامی شدیدی رو توی لیبی انجام بده. آمریکا دنبال بهونه بوده. در 5 آوریل 1986 عوامل لیبیایی یک کلوپ شبانه رو در برلین غربی بمبارون میکنن. 3 نفر از جمله یک نظامی آمریکایی و 229 نفر مجروح میشن. حالا دیگه لیبی عملیاتی رو انجام داده، یک عملیات تروریستی در قلب آلمان و علاوه بر 229 نفر مجروح، یک نظامی آمریکایی کشته شده. تمومه. بهونه دست آمریکا. حمله نظامی شروع میشه. پادگان باب عزیزیه در طرابلس، مرکز فرماندهی و کنترل قذافی بر عملیات‌های برون مرزی. مراد سیدی در طرابلس، یک اردوگاه آموزشی برای کماندوهای نیروی دریایی و فرودگاه بین‌المللی میتیگا که تقریبا میشه گفت برای تمام مانورهای نظامی قذافی استفاده میشده. پایگاه گارد جماهیر در بنغازی، یک ستاد فرماندهی و کنترل جایگزین برای عملیات‌های برون مرزی تماما پر از قطعات هواپیمای جنگی میگ لیبی بوده، نابود میشن. یک اتفاق خیلی جالب که قبل از این بمبارون خانواده و خود معمر قذافی قبل از بمبارون هشدار داده میشه. ببینید توی آلمان یک بمبگذاری انجام میشه، 229 نفر مردم عادی مجروح، 3 نفر کشته و از این 3 نفر یک نفر یک نظامی آمریکایی. این اولین بهونه‌ای که ریگان بره با باقی کشورهای عربی و اروپایی سر حمله به لیبی حرف بزنه. قبل از اون گفتیم قذافی به دنبال تمامیت ارضی لیبی بر سر خلیج سدر است. میره جلوتر و یک نفر به سرهنگ در مورد حمله آمریکا اطلاع میده. خیلی ها میگن که اون آدم نخست وزیر مالت بوده، با این حال خیلی ها میگن نخست وزیر ایتالیا بوده، اما واقعا کسی که بعدها تاریخ فهمید به سرهنگ اطلاع داده که اون زمان جولیو آندریوتی وزیر خارجه ایتالیا بوده که به عبدالرحمن سفیر لیبی در ایتالیا اطلاع میده و سریعاً به سرهنگ میگن که برو توی پناهگاه وگرنه تمومی. در اون زمان شبکه‌های لیبیایی مدعی میشن که 60 نفر مجروح داشته این عملیات، هم از نظامی و غیر نظامی. یک مجروح، یک کودک شیرخواره که ادعا میشده دختر قذافیه. حنا قذافی در این بمبارون، یک دختر شیرخواره، کشته میشه. در جریان این حمله هوایی 2 تا از نیروهای آمریکایی بعد از سقوط هواپیما گم میشن. آمریکا ادعا میکنه که لیبی اونا رو با موشک زده. لیبی ادعا میکنه که ما هیچ گونه جسدی نداریم. اما در 25 دسامبر 1988 قذافی از طریق پاپ ژان پل دوم پیشنهاد داد که جسد لورنس به خانواده‌اش برمیگرده. جسدی که در سال 1989 برگردونده شد و بعد از روی پرونده‌های دندون پزشکی
تایید شد که این آدم یک خلبان آمریکاییه. اما هنوز لیبی اون فرد دوم نظامی آمریکا رو به هیچ وجه نمیپذیرفت که دست ماست و فقط همین یه دونه خلبان رو ما داشتیم. ما جنازه دیگه‌ای در لیبی نداریم. جلوتر میره، خیلی‌ها از سازمان ملل میان، توجه میشن 2 تا کلاه در اون باقی مونده هواپیمای آمریکایی بوده که دقیقاً میشه گفت اسم خلبان دوم هم روی اون کلاه نوشته شده بوده. لیبی قبول نمیکنه. سازمان ملل سخت‌ترین تحریم‌های خودش رو بر خلق لیبی اعمال میکنه. همچنان با اون تحریما سازمان ملل خیلی تلاش میکرد که روابط آمریکا و لیبی دوباره حتی به حالت قبلی برگرده، اما این دفعه سرهنگ قذافی به هیچ وجه پیشنهاد آشتی رو تا وقتی که ریگان در کاخ سفید باشه قبول نمیکنه. یکی از جملات خیلی تند قذافی اون موقع این بود که او دیوانه است، او احمق است، او یک سگ اسرائیلی است. ولی بعد از اون قذافی میگه که من هیچ برنامه‌ای برای حمله به آمریکا ندارم. ازش میپرسن که ریگان عملا قصد جون تو رو کرده بود؟ میگه که جز این چیز دیگه ای نمیخواستن، چون انگار قذافی در اون زمان در نزدیکی یکی از همون پایگاه‌های نظامی زندگی میکرده. در نهایت ازش میپرسن که شاید مردم هم تو رو دوست ندارن، شاید مردم هم از این واقعه خوشحال بودن. اما قذافی میگه من الان در صحت و سلامت و در اوج محبوبیت بین مردمم هستم. اما اتفاقاتی که بعد از تحریم‌های سازمان ملل بر سر لیبی اومد و تغییر دیدگاه‌هایی که معمر قذافی در کشور خودش اعمال کرد. اون بعد از این بمبارون اومد گفت من با آمریکا و شروطی که خودم اعلام میکنم دوستی میکنم و از اونجا اتفاقی که میفته اینه که معمر قذافی آمریکا رو به عنوان یک دوست میبینه. چیه این سیاست؟ معمر قذافی پرونده حمله در برلین رو مطالعه میکنه. خیلی در موردش اختلاف نظر بوده بین همراهاش، اما میپذیره و به تموم اون کسایی که در اون حادثه تروریستی بودن غرامت پرداخت میکنه. بعد از دستگیری صدام در سال 2003 قذافی بعد از اون اتفاقاتی که حالا صدام توی جنگ سر ایران و کویت آورد اعلام میکنه که من سرهنگ معمر قذافی دیگه هیچ نیازی به سلاح هسته‌ای ندارم و خیال سازمان ملل رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای راحت میکنه. پیامد این تغییر نظرهای یک رهبر، یک مردی که بسیار انسان دوسته چی میتونست برای معمر قذافی باشه؟ در سال 2003 تحریما لغو شد و در سال 2009 معمر قذافی رئیس اتحادیه عرب در سازمان ملل شد. تغییر رفتارها، تغییر جایگاه‌ها میتونه حتی آرمان‌های انسان‌ها رو عوض کنه. این آدم در 30 سال گذشته یک باور داشت، اما امروز در سال 2004 و در نهایت 2009 یک باور دیگه داره. این آدم به خواسته قلبی خودش در اون دوران میرسه، رهبر اتحادیه عرب. اقتصاد لیبی در دوره حاکمیت سرهنگ قذافی یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود. ایده‌های سوسیالیستی قذافی تماماً بر اقتصاد این کشور سوار بود. اکثر و میشه گفت یعنی تقریباً تمامیت اقتصاد لیبی بر اساس فروش نفت بود. این کشور بیشترین درآمد نفتی رو در بین تمامی کشورهای آفریقایی داشت. در خدمات عمومی یارانه‌های بسیار زیادی برای مردم خودش ترتیب دیده بود. طرح لوله بزرگ دستساز که میشه گفت یکی از بزرگترین برنامه‌های انتقال آب شیرین از دل دشت‌ها و شنزارها به شهرهای مهمی مثل بنغازی و طرابلس از برنامه‌های قذافی بود. در حوزه آموزشی تمامی مدارج تحصیلی برای تمامی لیبیایی‌ها رایگان بوده. این آدم بدی نبوده. این آدم یک فرد ملیگرا بوده تا به 2004 میرسه. لغو تحریم ها خودش رو دوباره پیدا میکنه و به این نتیجه میرسه که خیلی بهتر میتونم زندگی کنم. این من بینی باعث میشه که کم کم دسته های سیاسی در بنغازی، طرابلس ایجاد بشن و کم کم مخالفت با سرهنگ شروع بشه. سرانجام معمر قذافی در تاریخ 28 مهر 1390 بعد از کلی فرار، تعقیب و گریز و مخفی شدن در شهر محل زندگی خودش توسط انقلابیون لیبی کشته میشه. چجوری میشه مردی که یک همچین تفکرات بزرگی در مورد ساخت کشورش، ارتباط گیری با اروپا، کشورهای بزرگ آفریقایی، حتی کشورهایی مثل لبنان، کشور ایران
و خیلی از کشورهای دیگه دنیا داشت. حتی با وجود اینکه انقدر با ریگان مشکل داشت، اومدن آمریکایی‌ها سفر به لیبی رو منع کردن برای مردمان خودشون. با این حال این آدم دنبال ارتباط گیری با کل دنیا بود. چی شد که انقدر منفور میشه در چشم یک عده و یک عده میخوان که این آدم بره؟ آیا اینکه هنوز مردم لیبی قذافی رو میخوان یکم عجیب نیست؟ انقلابیون از دل مردم میان. چجوری میشه که این آدم با اون همه خدمت در نهایت توسط مردم و انقلابیون لیبی کشته میشه ولی مردم هنوز قذافی رو میخوان؟ نظراتتون رو میخونم. همراه من باشید تا به دیگر موضوعات جهان بپردازیم. بدرود.